روز شما بخیر باشد بینندگان ارجمند رادیوی آزادی. امروز دوشنبه 24 آگوست شما را از استودیوی مرکزی ما در شهر پراگ به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. اینک موضوعهای اساسی این نشر. پس از 3 سال مقامات انتظامی اعتراف کردند که بازار محصولات ساختمانی در مرکز شهر حصار را آتش زدند و فلاکت تصادفی نبوده است. چرا شهروندان روسیه ترک کشور میکنند؟ از ترس سفربری به ارتش و جنگ در اوکراین میگریزند یا چیزی دیگر؟ پس از 11 سال تئاتر ملی تاجیکستان ساخته و به استفاده داده شد. بینای با ارزش 680 میلیون سومانی طرح دیگری عظیم سرخرجه دانسته می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که در رابطه با آتش زدن یکی از بازارهای بزرگ محصولات ساختمانی در شهر حصار 3 نفر را دستگیر کردند. سوختار در بازار مذکور ماه اوگوست سال 2023 رخ داد و صدها تاجر را مفلس و قرضدار کرد. آن زمان مقامات می گفتند که به هم رسیدن ناقل‌های برقی سبب آتش گرفتن دکان‌ها شده است. جزئیات در گزارش همکارم امین احمدی. وزارت کارهای داخلی گفت 3 سال پیش بازار مصالح ساختمانی حصار را قصداً آتش زده بودند. بازار 31 اوگوست سال 2023 سوخته بود. محیدین 34 ساله در نوار وزارت کارهای داخلی اعتراف کرد که این کار را او کرده است. ساعت شب بود در اومدم در زمین کتی رفتم امیا آیا شرکش یا رزینه که پلاسماس گرفتم آلو چاردم پیش چوبم گرفتم رفتم بعد در زمین و شب. وزارت کارهای داخلی گفت طرح آتش زدن بازار را دلیر سالیزاده ساکنی 35 ساله شهر حصار که با یک تاجر بازار مشکل داشته است در پی مشورت با همسینفش علیشیر ارتیقف کشیده است. آنها به محیدین برای این کارش 15,000 سامانی دادند. معلوم نیست که بازداشت شده ها تحت چی شرایط بیانات دادند. نظری آنها و نزدیکانشان به اتهام وزارت کارهای داخلی معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی سال 2023 گفته بود که سوختار در این بازار از رسیش کوتاه ناقل‌های برقی سر زده است. وزارت کارهای داخلی شرح نداد که چگونه این جنایت آشکار شده است. آن زمان مقامات گفته بودند که تاجران بازار بیش از 12 میلیون سامانی زیان دیدند. اعتراف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که یک بازار قصداً آتش زده شده است کم سابقه است. خبرهای پراکنده درباره احتمال موبیلیزاسیون یا سفربری نوبتی به ارتش روسیه برخی را برای ترک این کشور مجبور کرده است. در پی بسیج سال 2022 در ماه‌های اول تجاوز روسیه به خاک اوکراین صدها هزار نفر از روسیه فرار کرده بودند. این موضوع را همکارم کیومرث سیاتا آموخته است و پیش از برنامه از او پرسیدم که وضع در حال حاضر چگونه است. بله خیرامان، تا کنون معلومات و آمار دقیق و پوره نیست، اما طی ماه‌های اخیر سفر شهروندان روسیه به کشورهای چون ارمنستان اندک زیاد شده است. ارمنستان در سالهای 2022 و 2023 نیز شمار زیاد شهروندان روسیه را که از سفربری عمومی یا بسیج به ارتش گریخته بودند قبول کرده است. سرگئی رساخین شهروند روسیه و یکی از آنهایی است که از ترس بسیج یا سفربری نوبتی به ارمنستان فرار کرده است. و در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی در شهر یریوان گفته است 2 سال پیش از خدمت در ارتش روسیه گریخته بود و تا زمان رسیدنش به ارمنستان پنهانی میزیست. با گفته سرگئی رساخین او 2 سال پیش برای رهایی از دشواری مالی با خواهش خود با ارتش روسیه قرارداد بست و به وی وعده داده بودند که همچون تعمیرگری ماشین ها کار خواهد کرد، ولی دیرتر فهمیده است که فریبش دادند. بعد از این او از قسم حربی گریخته 2 سال مخفیانه یا پنهانی زیسته، اول به بلاروس و از آنجا به ارمنستان رفته است. از کیومرث پرسیدم در حالی که معلومات دقیق و پوره در دست نیست آیا آمارهای تخمینی وجود دارند و آنها بیانگری چی هستند؟ آماری که تا کنون دسترس شده است بیانگری آن است که تعداد شهروندان روسیه که وارد ارمنستان میشوند دوباره بیشتر شده است. پس از اعلان سفربری نخستین در روسیه در 6 ماه اول سال 2023 زیاده از 500,000 شهروند روسیه با هدف سیاحی به ارمنستان رفتند. دیرتر این رقم ها کم شده. سال گذشته یعنی سال 2025 به تقریبا 340,000 نفر رسید. از ماه ینور تا ایون امسال شماره وارد شوندگان باز افزایش یافته قریب به 400
17000 نفر رسیده است. البته تنها این آمار برای اثبات مهاجرت گسترده کافی نیست، چون مردم به خصوص سیاحان البته می آیند و می روند. از این رو مقایسه تعداد وارد شده ها و خارج شدگان اهمیت دارد. در 5 ماه اول سال 2026 تعداد آن شهروندان روسیه که به ارمنستان رفتند از شماره آنهایی که این کشور را ترک کردند 7000 نفر بیشتر بوده است. یک نکته را هم در اینجا باید بگویم که افزایش شمار کسانی که در ارمنستان میمانند البته میتواند به بازار خانه هم تاثیر رساند. رسانه مستقله روسی ویورسکا در این کشور ماه ایول امسال از قبل میان روان بازار اموال غیر منقول نوشت که طلبات شهروندان روسیه برای اجاره و خرید خانه در ارمنستان یکباره زیاد شده است. چند میانرو با شرط فاش نشدن نامشان به بخش ارمنی رادیو آزادی این حالت را تصدیق کردند. یکی از آنها گفته است که بر اساس مشاهده های شخصی او و آمار محلی نرخ‌ها تقریبا 30% بالا رفتند و گفته است در بازار اجاره افزایش نرخ‌ها در بعض موارد به 50% میرسد. و از کیومرث همچنین پرسیدم آیا رفتن شهروندان روسیه تنها به ارمنستان افزایش یافته است یا در کشورهای دیگر نیز چنین روند مشاهده می شود؟ خیرامان، البته در سالهای 2022 و 2023 شهروندان روسیه تنها به ارمنستان نمی رفتند، بسیاری از آنها به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان و دولت‌های همسایه آن نیز پناه می بردند. همچنین نوارها از آن زمان صف دراز ماشین‌ها را در سرحد روسیه با گرجستان نشان می دادند. روز 18 اوگوست امسال یک آمار روسیه در سرخط خبرها قرار گرفت. مقامات آن کشور گفتند که در دوام یک شبانه روز بیش از 20000 نفر از گذرگاه اساسی وارد گرجستان شدند، اما مقامات گرجستان این ادعا را رد کردند. وقتی خبرنگاران بخش گرجی رادیو آزادی روز 20 اوگوست از گذرگاه مرزی بازدید کردند، نشانه از تنبشوی ماشین ها یا موج گسترده فرار شهروندان روسیه را ندیدند. همزمان از کشورهای آسیای مرکزی گزارش‌های پراکنده می‌رسند که بعضی شخصان دارای شهروندی دوگانه از ترس سفربری نوی احتمالی روسیه را ترک می‌کنند. برای مثال یک شهروند تاجیکستان که همزمان شناسنامه روسی دارد با شرط فاش نشدن نامش روز 24 اوگوست به رادیو آزادی گفت که یک شرکت ساختمانی و 2 انشاءات ناتمامش را در روسیه گذاشته به تاجیکستان برگشته است و یک مدت منتظر میماند و اگر سفربری عمومی نشد دوباره به روسیه برمیگردد، چون باید پول کار کند. بخش قرغیزی رادیو آزادی نیز با زنی صحبت کرده است که شهروندی روسیه را دارد. او گفته است وقتی شنید که ممکن است تیر ماه سفربری عمومی شود، پیش از همه پسری 20 سالش پیش نظرش آمد و قرار داد که با اعضای عائله به وطن خود یعنی به قرغیزستان برگردد. یکی از نمایندگان جامعه مهاجران قرغیز در روسیه هم گفته است که چنین حالت‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شدند، ولی او نقل کرد که چند پیش یکی از شناسای او که شهروند روسیه بود و می‌خواست به قرغیزستان رود در مرز هشدار گرفته است. یعنی با او گفتند که اگر برنگردی یعنی به روسیه برنگردی خانه و مال و ملکت در اینجا مصادره می‌شود. تشکر همکارم کیومرث درباره ترک روسیه کردن شهروندان این کشور از بیم سفربری به جنگ روسیه صحبت میکرد. در قزاقستان در انتخابات پیش از مهلت پارلمانی آنگونه که پیشگویی میشد حزب رو به حکومت عدالت برنده اعلان شده است. این همان حزب است که در زمینه حزب سابق حکومتگرای نوراتن دوران نورسلطان نظربایف تأسیس شده است. منقدان میگویند انتخابات در پارلمان قزاقستان تغییرات جدی نمی‌آورد و با هدف تقویت موقع پرزیدنت توقایف برگزار گردید. موضوع را همکارم طاهری سفر خلاصه میکنند. نتیجه انتخابات قزاقستان زود اعلان شد. با گفته کمیسیون انتخاباتی اکثر کرسی قرولتای یعنی مجلس نو نصیب حزب عدالت گردید. این حزب 71% کرسی ها را به دست آورد و 4 حزب دیگر اویل، اقشال، حزب سوسیال دموکرات و ریسپوبلیکانیسم به پارلمان را یافتند. در انتخابات 74% رای دهندگان شرکت کردند. انتخابات زودرس بعد از قبول کنستیتوسیون نو در قزاقستان صورت گرفت.
особенность заключается в том, что ویژگی پارلمان نو این است که یک پلته‌ای خواهد بود. انتخابات از روی فهرست حزبی تشکیل شد و نامزدهای مستقل از حوزه‌های یک مانداتی راه داده نشدند. پارلمان پیشینه از دو پلته عبارت بود و برای کرسی وکیلی هم از روی فهرست حزبی و هم انفرادی مبارزه می‌بردند. من انتخابات را در دو نقطه آوازدهی شهر آستانه مشاهده کردم. نمی‌شود گفت که آدم زیاد آمد و فعال بودند. باران بود، آرام گذشت و مردم آمده می‌رفتند. نظرسنجی ها در آستانه انتخابات هم پیروزی حزب عدالت را پیش بینی می‌کردند، هرچند آن ماه می ثبت نام شد و از پرزیدنت توقیف حمایت می‌کند. ماه ایول دادگاه عالی قزاقستان گفت که کنستیتوسیای نو به توقیف امکان می‌دهد برای دوره دیگری 7 ساله پرزیدنتی نامزد شود. خود توقیف گفت که هنوز در این زمینه تصمیم گرفتن بر وقت است. مناقضان میگویند که پارلمان یک پلته‌ای پیش راه تشکیلات و سازمان‌های مدنی و نامزدهای مستقل را از تاثیرگذاری به قرارهای مقامات میگیرد. مقامات قزاقستان میگویند که پارلمان یک پلته‌ای امکان میدهد که به تحولات احتمالی بیرونی و تغییرات با سرعت زود واکنش کند. در آستانه رایدهی ناظران انتخاباتی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند به انتخابات قزاقستان تنها حزب‌های راه یافتند که سیاست‌های پرزیدنت توقیف را دستگیری می‌کنند و حزب‌های واقعاً اپوزیسیونی حضور نداشتند. در تاجیکستان که هنوز طبقه کمبیزاعت زیاد دارد، سال به سال مزد کاری به خصوص کارمندان دولت را بالا میبرند، ولی نرخ محصولات بازار نیز برابر با این قیمت می شود. با نظرداشت همین رادیوی آزادی از چند راهگذر و از مردم طبقه های گوناگون پرسید که چقدر معاش باید بگیری که زندگیت به کم و کاست و درست بگذرد. پاسخهای جالبی را هم گرفتیم و آن را با هم میبینیم. مثلا همه 8-9 بگیرم میرسونه شد. اگر 3000 مثال اجاره نشون میده 3,500 مثال اگر با خورد و خوراک ها سر لباس مثال هم خرید. خیلی 1700 بگیری زندگیت خوش رو میرسه. برای من مثال اویلم کمه. نه که اویلای بسیار دور در 5000 6000 در کروزی اور قیمت شده 100 280 سومون شده. روغن قریب همه چیز قیمته. 6000 گیرت ممکن. ها بلکه نخ نو کم که خستگی و خودم استو کار میکنم نرمال زندگی دارم. استو کار میکنم. ماهی تا چند سوم درآمد دارید؟ 12-15 هزار تومان. پس از 11 سال آغاز ساختمان در شهر دوشنبه، بینای بزرگ تئاتر ملی را مورد بهره برداری قرار دادند که برای آن بیش از 680 میلیون سومانی خرج شده است. در مراسم افتتاح تئاتر رئیس جمهور امامعلی رحمان، پسرش رستم امامعلی شهردار دوشنبه شرکت کردند. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری گفت افتتاح این کاخ با شکوه فرهنگ و هنر برای مردم تاجیکستان رویداد خاطرمانی تاریخی به شمار می رود. ساختمان تئاتر ملی سال 2011 آغاز یافت، ولی به سبب نارسایی پول برای مدت قطع شده بود. بینای تئاتر ملی از 7 آشیانه عبارت بوده، بلندی آن به 35 متر می رسد. تالار اساسی آن برای 2500 بیننده است. دفتر مطبوعات رئیس جمهوری میگوید صحنه بزرگ و جای مخصوص برای ارکستر امکانیت فراهم می‌آورد که در اینجا نمایش‌های تئاتری، اپرا، بالت، کنسرت‌های سیمفونی و دیگر چاره‌بینی‌های سطح بلند فرهنگی برگزار گردند. تئاتر ملی تاجیکستان یکی دیگر از انشاءات بزرگ است که با پول دولت ساخته شده است. مؤسسه‌های بین‌المللی مالی که برای اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک می‌کنند در گذشته گفتند که حکومت برای طرح‌های نمایشکارانه مبلغ‌های زیادی صرف می‌کند و در این میان برای ساحه‌های مهم اجتماعی به مثل معارف و تندرستی پول کافی نمی‌رسد. و بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی به پایانش نزدیک می شود، اما این نه همه خبرهای امروز بود. برای آشنایی با مطالب بیشتری ما سری بزنید به سامانه azadi.org. اگر می خواهید گزارش و مواد ویدیویی بیشتری ببینید، پس به همین صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب وارد شوید. اینجا گزارش و برنامه های زیادی ما گذاشته شدند. و اگر
کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی هستید، صحیفه‌های رادیوی آزادی‌را در شبکه‌های اجتماعی تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس پیدا و با آنها ابونه شوید. از ما فعلا همین. خداحافظ.